سلام دوستان، خوش اومدین به یه آموزش دیگه داخل کانال هوش نرم افزاری. تو این ویدیو قراره با یکی از پرکاربردترین ابزارهای اکسل آشنا بشیم، یعنی فیلتر یا فیلتر کردن داده ها. با فیلتر میتونیم از بین صدها سطر اطلاعات فقط چیزایی که لازم داریم رو ببینیم. و اگه ویدیوهای قبلی من رو درباره مرتب کردن داده ها با سورت دیده باشین، این ویدیو ادامه همون مسیر هست و یه ابزار خیلی مکمل به حساب میاد. اینجا من یه جدول ساده دارم که شامل اسم و دیپارتمان، سن و حقوق کارمندام هست. میخوام از فیلتر اینجا استفاده کنم. توی تب دیتا روی فیلتر کلیک میکنم. اگه روی سربرکا باشید معمولا جدول رو درست انتخاب میکنه، ولی اگر جدول رو درست انتخاب نکرد قبل از اینکه فیلتر رو بزنید یه بار دیگه میتونید فیلتر رو غیر فعال بکنید، یا اگر زدینش فیلتر رو بزنید تا درست جدول شما رو انتخاب بکنه و مطمئن باشید که تمام ستون ها فیلتر شده. اینجا من میخوام یه فیلتر مقدماتی انجام بدم. میام روی این علامتی که کنار دیپارتمان ظاهر شده میزنم. اینجا میخوام اون نفراتی که توی دیپارتمان آیتی هستن رو ببینم. اینجا همه یه فلش ها، یعنی در واقع تمام این تیکا رو بر میدارم و فقط آیتی رو نگه میدارم و اوکی میزنم. اینجا اسم و مشخصات تمام اون نفراتی که داخل دیپارتمان آیتی بودن رو به من نشون میده. حالا اگه بخوام دوباره برگردم و همه رو با هم ببینم چی؟ میام اینجا روی کلیر فیلتر میزنم، یا اگه نه حواسم نبود میتونم اینجوری بودیم دوباره میام و سلکت آل رو میزنم تا همه رو به من نشون بده، یا اگه مطمئن نبودم میتونم بیام اینجا کلن فیلتر رو غیر فعال کنم و دوباره فعالش کنم. برای فیلتر کردن حقوق، چون اینجا اعداد داریم، ما یه سری کارهای اضافتری رو میتونیم با اعداد انجام بدیم. اگه اینجا من بخوام حقوق کسایی که بالای 5000 هستن رو ببینم، میتونم بیام اینجا و روی قسمت نامبر فیلترز بزنم. اینجا از بین این گزینه ها میتونم یکی رو انتخاب کنم. مثلا بگم وقتی که greater than، یعنی بزرگتر از 5000 باشه حقوقشون، و اوکی رو بزنم. اینجا حقوق تمام کسایی که بالای 5000 هست رو بهتون نشون میده و تمام ستونهای دیگهش رو هم بهتون نشون میده. علاوه بر این شما اگه باز اینجا بزنید و میتونید یه چیز دیگر رو هم انتخاب کنید. بگید حقوقشون بیشتر از 5000 باشه و یه تیک دیگه بزنیم less than. اینجا این جایگزین شد، ولی شما تا 2 تا شرط رو با هم میتونید بزنید. اینجا من میتونم بیام بزنم greater than 5000 و less than چقدر باشه؟ مثلا less than 6100 که این 6200 هست بشه بتونیم ببینیم و اوکی رو بزنم. میبینید که دقیقاً اومده اون رنج رو برای من آورده و داره به من نشون میده. این فیلتر رو پاک میکنم و کلیر فیلتر میزنم. این سری میخوام با تکستا کار کنم. مثلا میخوام اون اسامی که اسمشون با A شروع میشه رو برای من بیاره. روی این قسمت کلیک میکنم، میزنه فیلتر تکست. چی میخوام؟ begins with، یعنی با چی شروع بشه؟ با A شروع بشه. اینجا اوکی رو میزنم. تمامی اسامی که با A شروع میشه رو برای من نمایش میده. اینجا باید چیزی رو بدونیم. خیلی فیلتر و سورت رو با هم اشتباه میگیرن. فقط ترتیب داده ها عوض میشه داخل سورت، ولی داده ها همشون توی صفحه باقی میمونن. ولی فیلتر بعضی ستونا رو و سطرها رو موقتا پنهان میکنه تا فقط اون داده هایی که شما میخواین رو بهتون نشون بده. اگه بخواین چند شرط پیچیده مثلا چند تا حقوق رو برای یه بخش یا بخشای مختلف دیگه ببینین، به صورت کامل توی بخش ادوانس فیلتر اومدم و اینا رو توضیح دادم توی یه ویدیو دیگه که بعداً براتون آپلود میکنن. این گزینم توی تب دیتا و اجازه میده که شما شرط ها رو تو سلول های جدا بنویسید و خروجی ها رو هم در محدوده جدید بگیرید. همونطوری که دیدین
ابزار فیلتر خیلی راحته و راحت داده ها رو کنترل میکنه. اگه این آموزش براتون مفید بوده حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال هوش نرم افزاری رو سابسکرایب کنید و دنبال کنید و اگه ویدیوهای قبلی رو درباره سورت یا توابع اکسل ندیدین حتما اونا رو هم ببینید. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین.